السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی مرزا، من یک خواهر اسلامی شما. بابای حاجی مرزا، مردی که زن و فرزند خود را دهان گفته دشنام میدهد یا اینکه فلان فلان گفته، آیا با این خیل انسان زندگانی درست است یا نه؟ همه کارهایش را محیا میکنیم، باز گناه ما را یافته و ما را بیهوده لط و کوب میکند. بابای حاجی مرزا، مردی که زن و فرزند خود را بی گناه میزند، آیا این گناه نیست؟ میگویند که مرد را با مهر نگاه نکنی گناهگار میشوی. آخر ما او را با مهر نگاه میکنیم و ما او را حرمت میکنیم. این برادرها در همون جمعه شما اشتراک دارند. اکنون من از این خیل برادرها بیزارم که گویم غلط نمیکنم. همون برادری که اگر زن و فرزند دهان گفته دشنام کنه و خب و اینجا آمده با صحبتهای ما را گوش کنه و گوید من به تو مخلصم و من تو را حرمت میکنم، اگر تو برادری من باشی و تو مرا حرمت کنی و مخلصی من باشی، تو هیچ وقت زن و فرزند، نه اینکه زن و فرزند خود، به کسی تو هیچ وقت دشنام برای خود شعار نمیگردانی. دادری عزیز، این مردی هم این نیست. گفتی همون ابو عبدالله رودکی، مردی نبود فتاته را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. اکو یک فتاده است امروز زنها در دست ما و شما، امروز یک دستنگر ما و شما شدن، امروز دهان ما و شما را گوش میکنن. اکو همون دستنگر و همون در افتاده را ما در همون خیل حالت یافته و اکو لط و کوب کنیم. این دادرای عزیز، این جوان مردی نیست، این جوان مردی نیست. بود مردی نشان غیرت دین، اگر مردی بکن این رخش رازین. انا تو موافق قرآن، موافق حدیث پیغمبر عمل کو، رفتار کو، حق مردی حق توست. ولی تا همین روز یک 5 یا 6 تا کلین ها، خیلی 2 تاش از همین شهر بوده است، 3 تاش از ناحیه وا بوده است، آمدن شکایت کردن، 1 تاش عیب خود بوده است، خیلی اقرار شدن. 4 تا همینا خدا خیرتان دهد از خسرهاشون که خسرهای اونا را من میشناسم، از خسرهاشون شکایت کردن. خیلی 2 وجب ریشته داره خسرش، خدا خیرش دهد. سالش هم میبینی دیگر گویم که در ظاهرش آدم دیدن برابر میگه همین آدم شب زنده داره. همین انسان بر این دیگر آدم خوب ممکن یافت نشود، لیکن افسوس که در داخل چیزی نداشته است، در داخل رحم نبوده است. من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. برادر عزیز، ای خسری محترم، ای خوشتامن ظالم، گوش کن که پیغمبر خدا میگه کسی رحم نمیکنه به بندگان خدا، الله به او رحم نداره. یک رحمه برادر عزیز و گرامی. در همین خیل زمستان کودکا سر دست، چشم ها پر آب، زندگی میخواهن و اینا نه تو قطعی بچه من دیگه زندگی نمیکنی. بچه خواهانه، بچه دوستدار، فقط پدر اگر زندگی کنی من عاقد میکنم. این عاق از کجا یافتین شما؟ و برای همین کمتر رحم و انصافه برادر عزیز و گرامی، کمتر رحم انصاف بیدار کنید. اگر هم تا دختری تو را با کودکاش به خانه خود روان کند، احوال تا ببین، اما از خودت خلاصه برات فقط. با بعض میده ترین گناه شما اهمیت ندین. آخه کنی آدمی بیگناه، همون عمر خیام خدا خیرش دهد گفته بود آخه ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو کنی یک انسان بیگناه. ما بیگناهیم، شما بیگناهیم، همه ما گناه داریم، همه ما لغزش داریم، همه ما خطا داریم. لیکن خدا را ببین، ان الله یحب العفو، خدا عفو دوست می‌داره، خدا بخشیدن دوست می‌داره. چرا تو دوست نمی‌داری؟ تام ببخشی چی گپی نداره. زندگی است، زندگی آینه بیش و کمی است. هر شب در آسمان ستاره نیست، همیشه آسمان زندگی یک جنگ می‌شود، یک کشاکش، یک قهر می‌شود، یک چی می‌شود، لیکن معنی را نداره که 3 طلاق در دامنش می‌تی و جواب برای تو. این خیال نکنین برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، من 2 سوال دارم.
میخواهم همین جمعه سوال منو جواب. در محله ما در مسجد ملا امام در وقتهای فریضه یعنی در نمازهای فرض دائم 2 سوره را میخواند بغیر از نماز خفتن. آیا میشود که آدم باید در فرضها سوره عصر و کوثر را دائم خواند؟ گویا این 2 سوره ثواب بسیار دارد و از دیگر سوره ها آدم باید این هر دو را اختیار کند؟ آیا این اساس دارد؟ نه، اساس ندارد. هر کسی که اگر برای کدام نماز کدام سوره را انتخاب میکند، این در مسئله ها حتی همین مختصر هم کتاب صلات هم باب کراهیت میگیرد. یعنی ما باید که برای نماز سوره مخصوص نداشته باشیم. ببینین هر از پیغمبر خدا زیاد روایت است که در 2 تا سنت بامداد سوره کافرون و سوره اخلاص میخوند پیغمبر. لیکن همین ما هم با خاص کردن میتونیم که هر بار در نمازهای سنت بامدادمان ما سوره کافرون و سوره اخلاص خوانیم. گاه برای آن که پیغمبر خدا خواندن گاه میخوانیم، با گاه جاش عوض میکنیم. و این خاطر این مخصوص سوره عصر کوثر ثوابش بیشتر و اونهاش کمتر نه، در قرآن این خیلی گپ نیست برادر عزیز. برای همین هر سوره را که میخوانی همش درست است، با اگر خاصه کنی نادرست است. تو فقط همین 2 سوره را در همون نماز روا بینی و غیر این 2 سوره دیگر سوره ها را قبول نداشته باشی، در اون نماز تو ثواب باقی نمیماند. داده بعد از مردن یک شخص خاندار یک گروه موسفیدان را هر روز پنجشنبه فریاد میکند و آنها 1 سال آمده دعا میکنند و سنگ میگردانند. 80 یا 90 دانه سنگ را دست به دست دعا خوانده میگردانند. التماس جواب پوره دهید. اگر گفته باشید من نشنیدم، بار دیگر تکرار کنید. اکو من این باباها را خیلی زیاد گفتگی هستم برادر عزیز. در اطراف همین قریب که در پیش بعضی از برادرهای دینی مانم از پشت همین پنجشنبهگی و جمعه و سه‌بیگه هم کمتر روی شوم پیدا کردیم. لیکن بگذار، ما گفته بودیم که بگذار برادرای ما را قبول هم نداشته باشند، ما را نخواهنم، لیکن آن چیزی که حکم خدا و رسول است برادرای عزیز و گرامی از همه قیمتی اونا بالاتر نیستند. برای همین ما گفته بودیم خدا گفته است، رسول گفته است. خب تا امروز خیلی میلش میگفتیم، تکرار میکردیم، بسیاری ها قبول کردند، بسیاری ها قبول نکردند. و امروز خدا را شکر که باز رئیس جمهور هم فرمان خاصه در همین باره برآورد. این باید از جانب همه ما و شما به نام پروردگار به عزتش قسم به چشم و به سر باید قبولش داشته باشیم همگیمان. زیرا این گویم که یک فرمانه که فقط و فقط برای غمخواری همین مردم ما و شما هست. و ببینید خداوندم پیغمبرم غمخواری برای بندگانش اینها را که از بین برداشت، امروز که از جانب گویم سردار دولت هم که دستگیر شد، مقصد غمخواری است. مقصد همین سطح زندگانی ما و شما بلند شدن است، به مقصد که ماها هم خیلی کم و بیش پولدار شویم، ما هم صاحب مال و ملک شویم، ما نیز گویم که به بعضی آن چیزایی که امروز دنیا ترقی کرده است به آنها هم رسیم. یعنی آن پولهایی که ما در این راه صرف میکنیم در راه بهبودی اولاد اجداد خودمان صرف کنیم، این بالاتر است. برای همین دادرای عزیز، من جمعه گذشته گفته بودم اگر پنجشنبهگی دعوتان کن نروین دادرای عزیز، و کوشش کنین همون رئیسای جماعت ها بین در همه مسئله مداخله میکنن. در یک خانه میره میشینیم با مقصد همون بیچاره دعوت کرده است، 1 ماه پیش میره مینشینیم 1000 تاکید که در همه جگان گپ نزنی، حالا که تو حق نداری مثال پیش رای دهن مرا گیری. من چیزی که گویم به فایده مردم و به فایده مثال مردم گپ میزنم، من به یگان ضرر کسی گپ زدگی نیستم. لیکن وقتی که این قدر قدرت داری و پیش دهان ما را میگیری، مردم از پنجشنبهگی و 7 و 40 هم نگه دار. بعضیاش خودشون رفته باور کن از بعضی‌ها بر بالا نشستگی خودش زده خورده سوالی. برای من از ما نیست برادر عزیز. من گفته بودم که چی دلیل حجتیه که مبادای ممکن آدمای هستن که گوین حاجی نادرست میگه، شما همون درست بودگی و نویسین در مکتوب، همین جا از جاست خیز بگو بخوان، من در بین مردم حجتاشو میخونم.
کنی چی حجت دارد برای همین مسئله ها؟ بسیاری بسیار به فایده ما و شماست، به خدا باور کنید. السلام علیکم داملای عزیز. حاجی میرزا، من یک مادر اسلامی شما هستم. از شما خوشنود هستم که اول پسرها ما را پسند نمی کردند، حرمت نمی کردند. از روزی که درباره حرمت پدر و مادر شما سخن گفتید، هر سحر پسری من دست راست مرا بوسه می کند. خدا برکتتون دهد. 30 سال شد که من حرمت پسر را ندیده بودم. به خدا قسم، خدا عمر شما را دراز کند. یک بچه دارم ملیسه هست، یک بچه دارم معلم است، یک بچه دارم دمرده است، یک بچه دارم دختر است، 5م بچم از دنیا گذشته است. یک سوال دارم، یک کلینم خب دختر است، 3 ماه طفل را ابورت کرده است. از نگاه اسلام این چه خیلی است؟ از ناحیه جلگتار. یعنی برادر عزیز و گرامی، من در اطراف همین ابورت هم برای شما بیان کرده بودم که تا 4 ماهگی را، یعنی اگر یگان گویم نقص، یگان ضرر و یگان زیان خب دخترها خبر دهند که به جان مادر میرسد، خب یا خوف دارد، این حالت تا 4 ماهگی ابورت کردن درست است. وقتی 4 ماهی کامل شد دیگر او را خدا که جانش میدراره، دیگر ماها گوییم که چی؟ دیگر ابورت کردن برای او زن جایز نمیشه، زیرا که او الکی آدمی زنده هست. لیکن اگر همون 5 ماه شود، 6 ماه شود، دخترها گویند که اگر همین فرزند از تو جدا شود خوف هلاک تو هست. انا برای همین خوف هلاک اگر دخترها خبر دهند، مادر حقوق دارد که ویا چند ماه که باشد از وجودش دور کند. این ده هم رخصتش آمدگی هست. السلام علیکم و رحمت الله. اکای حاجی میرزا، ما را از حساب ترس یک ملا گفتن که دعا خواند و پرهیز داد که 7 روز باید آبازی نکنی، حتی غسل هم، با یگان بلای دیگر باز گرفتار نشوی. و در خانه حتی میگویند که طهارت نکن و تنها به مسجد نرو در روز هم، اما من هم آبازی میکنم و هم به مسجد میروم. خب این چی میشده باشد؟ و درباره این سوال هم چیزی گوید. بعد از نان کردن و 2 روز بعید ماندن آبازی کردن و در بعضی روزها ناخون گرفتن یا سرتراشی و دیگر کارها میگویند. اینها اساس دارن یا نه؟ اساس ایناش اساس کنه دارن. هر روز شما ناخونهاتون نگیرین. این پاکیزگی برای ما و شما هر روز است. هر روز شما آلوفته باشین، تازه باشین، خوشبو باشین، لباسکای تازه پوشین. لیکن این پرهیزی که این برادر عزیز دادن، این پرهیز شما شکلین، خدا خواهد صحت میشوید. این پرهیز شما نیست برادر. طهارت نکن، مسجد نرو، آبازی نکن، انا عکس همون کن، خدا تو را شفا میده. این نادرسته این پرهیز. برعکس ای در باب جین ها می آید که آدم وقتی پای به طهارت می گردد در او جین داخل نمی شود. وقتی انسان نماز جماعت می آید جین در او تأثیر می بخشد. برای همین شما عکس همون کنین، خدا خواه انشاءالله شما ثواب می گیرین. خب السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من در روز نماز عید قربان وارد مسجد شدم. در آنجا ملا امر معروف کرده ایستاده بود و بعضی شهروندان صدقاً توجه به ملا کردن بودند. بعضی ها سخنان آن را گوش نکرده با گفتگوی خودشان مشغول بودند. من باشم یک مرتبه گفتم که گپ نزنید. خب یک دم خاموش شدن و بعد چند دقیقه باز به سخن گفتن مشغول شدن. من خاموش نشسته فکر و خیالم به گفته های ملا بود تا چند شهروندان سخنگوییشان زیاد شد. من با آواز بلند بر پدرتان لعنت گفته خب کنید 2-3 بار تکرار کردم و مردم تا آخر سخنان ملا را گوش کرده و خاموش ایستادند. سوال: آیا من برای این کار کردگیم در پیشگاه خدا گناهگار شدم یا نشدم؟ خیلی آدمی خوب بوده ای، خیلی آدمی نیک بوده ای که مثل این مردکایی که دهنی زن و دهنی فرزند و
دشنام میکنن و با اینجا خاموش آمدگی نمیگن که خدا ما را میبخشه یا نمیبخشه. لیکن سیری اینها را زنهاشون با واسطه مکتوبها که روان میکنن. خب تو با یک کلمه که بر پدرت لعنت گفتگی انسان، خب اینقدر باز ترس در وجود تو بوده است. خوش به حالتان برادر عزیز و گرامی. لیکن این عملی تو عملی نادرست است. یعنی همه وقت شما بینید خداوند ما را در سوره زنبور نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. شما بندگان من وقتی که میخواهید که تربیه کنین، میخواهید که تعلیم کنین، میخواهید که با پروردگارشان آشنا کنین، با سخنهای خوب با اونها رفتار کنین، اونها را با سخنهای نیک دعوت کنید. زین خاطر هیچ وقت ما در سخنرانی هامون برادر عزیز و گرامی سخن درشت هیچ وقت راه ندهیم. بگذار نماز میخواند نمیخواند، بگذار وای روزه میگیرد نمیگیرد، بگذار وای از کدام جمله انسان باشد نباشد، ماها حقی گویم تحقیر و مذمت و ملامت او را نداریم. اینو فراموش نکنید. ببینید سوره طه پروردگار به حضرت موسی و برادر او هارون چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خدا به فرعونی که چی گفته بود؟ انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگ هستم. ببینید خدا را بزرگیش انکار کرد و خودش خدا اعلان کرد. خدا به موسی و برادر او هارون چی سپارش داد؟ گویا که بر پدرت لعنت، یا مثال گویی که تو فاسقی، تو حرامی. ولی بعضی موعظه های بعضی از برادرها را شنیده میشودیم، این تأثیر بد داره برادر عزیز. این پیش راه موعظه را با گرفتن نه، این بسیار ضررهاش کلانه، بسیار ناخوبه. میلش عصبانی هم که شوید، دردم که کند، لیکن خود اکو خودداری کو. پیغمبر خدا گفتند بهترین و پهلوانترین شما آن کسی است که غضبش فرو میبرد. برای همین انمون موعظه هایی که امروز حرامی و فاسق و کافر و فلان فلان گفته می شود، اینا به فایده نیست برادر. اگرچه مردم ما امروز دوست می‌داره که یک کسی همین سیاست کنه، ای فاسق ای کافر، بعد مولانا که امر معروفی زور کرده، چی گفت؟ کافر گفت، فاسق گفت. برادر او زور نکرد، او جبر کرد، او ظلم کرد. خدا ما را میگه که شما وقتی که به سوی من کسی را میخوانیم با سخنهای خوب دعوت کنیم. نزد فرعون که رفتی ای موسی و ای هارون، ببین خداوند چی میگه؟ اذهبا الی فرعون انه طغى. ای سرکش شد و خودش خدا اعلان کرد رویم به قصرش. لیکن وقتی نزد فرعون که در آمدین چگونه معامله کنین؟ خدا را ببین چه بیان خوب میکنه. این برای تمام واعظا، برای تمام شما درس است. فقول له قولا لینا. شما در برابر فرعون ایستاده و با سخن ملایم، با سخن نرم، با سخن دلنشین او را دعوتی به سوی خدا کنید. بگو که از این راهت برگرد، این راه نادرست است، این راه غلط است. این خیلی با فرعون معامله کنید. خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی. ابو سعید ابوالخیر میگفت خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی، آن را به نماز و طاعت آباد کنی، هر روز 2000 بنده آزاد کنی، زان به نبود که خاطر شاد کنی. پیغمبر خدا میگفت من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی ایمانی به خدا دارد، ایمانی به روز قیامت دارد، سخن خوب گوید. فلیقل خیرا، سخن خوب گوید، او لیصمت. سخن خوب گفتن میتوانی، سکوت برای خودت اختیار کن، خاموشی را برای خودت اختیار کن. حضرت سعدی را بوستانش عجیب یک حکایه میارد، ممکن که همین برای بعضی از ما و شما درس شود.
سگ بر آن آدم شرف دارد. شما ببینید سگ بر آن آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. این سخن را حقیقت باید تا معانی به دل فرود آید. میگوید که سگ بر آن آدم شرف دارد. و چه سگ از آدم شرف دارد؟ و خدا در آیت 69 از اسراء میگفت ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من طیبات. و پروردگار میگه ما فرزند آدم محترم ساختیم، مکرم ساختیم، با عزت گردانیدیم. از سعدی میگه که سگ بر آن آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. اون انسانی که دل یک برادر می آزارد، در عزت نفس یک برادر گویم که سخن میراند، حضرت گفتن که سگ از تو بهتر است. برای چی؟ حالی حضرت بیان میکنم این سخن را حقیقت باید تا معانی به دل فرود آید، تا معانی به دل فرود آید. آدمی با تو دست در مطعوم، طعام میگن که آدمی با تو دست در مطعوم، سگ بیرون آستان محروم. حیف باشد که سگ وفا دارد و آدمی دشمنی روا گویند. ببین اگر تو در یک طبق با یک برادرت خراب میخوری، با یک برادرت همسایه‌ای، با یک برادرت همنشینی، لیکن سگ در یک طبقی تو، لیکن سگ از طبقی تو جدا است، بیرون از آستان است. و ببین نگاه همونی که بیرون از آستان وفایی میکنه و این شخصی که با تو در یک طبق نان میخورد، آزار که میگه از اون سگ بهتر است. در آخر اطراف این من همین گفتنی هستم که بزرگ خدا میگفت یک نکته بگویمت به تحقیق بسنج. یک نکته بگویمت به تحقیق بسنج. گر عاقل و کاملی مرنجان و مرنج. برادر عزیز، تو که اکا از برای خدا که باید لعنت گفتی، این از برای خدا هم لعنت گفتن انسان گناهگار میکند. تو هم توبه به سوی خدا کن. این کار تو کار غلط است، این کار درست نیست. ما هیچ کس حق نداریم که مثال بر پدر او یا بر مادر او یا بر اولاد او لعنت گوییم. مقصد زبان دشنام ما کشادن حق نداریم. زی خاطر هر کسی رو که میخوایم دعوت کنیم با سخنهای خوب شما را دعوت کنیم، انشاءالله شما در پیشگاه خدا پاداش میگیریم. حضرت سعدی میگو خواهی که تو را رتبه ابرار دهند، مپسند که کس را ز تو آزار رسند. خواهی که پل صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب. السلام علیکم آقای حاجی، از شما خواهش میکنم که در حق من دعا کنید. فرزند طلب میکنم، خدای مهربان شما را صاحب فرزند سالم و صالح گرداند. حضرت سعدی میگفتند زنان باردار ای مرد هوشیار، اگر نزد ولادت مار زایند، از اون بهتر به نزدیکی خردمند که فرزندان ناهموار زایند. همون زنی که مار میزاید همون بهتر از گفتن از اوی که فرزند ناهموار میزاید. در فرزندا هم ما باید با توجه باشیم. پدرای عزیز، دادرای عزیز، فرزندکار را تربیه های خوب کنیم، انشاءالله پیشگاه خدا در ثواب میگیریم. السلام علیکم اکی حاجی مرزا، سوال ما چونین است. یک گروه جوان ها میگویند که دعای دستجمعی نادرست است. شما در این باره چی گفتنین؟ اکو من اینا را جواب گفته بودم. شما تخمین یک 5 یا 6 جمعه پیش درباره دعای دستجمعی که چه جایزی دارد، تا چه اندازه جایزی دارد
با قدیم دلیل ها من برای شما بیان کرده بودم. زین خاطر ماها جانب داریم که دعاها همه وقت دست جمعی باشند، زیرا پیغمبر خدا بنده همه حدیث ها رو من برای شما با تکرار کنم. شما قبلا تماشا کنید، قبلا گوش کنید. در همین باب من در دعای دست جمعی قریب 7 یا 8 حدیث پیغمبر خدا را به سمع شما رسانده بودم. برای همین همون برای شما کفایت میکنند. از این خاطر همون دادرایی که دعای دست جمعی را رد میکنن و در بین مردم اختلاف می اندازند، شما دست جمع شوین و یگان اختراکار شوین، یگان چیز برای همین مردم و همین ملت و همین وطن یک بهبودی بیارین. انا دست جمعی در این کار فعال باشین. او روز همون یورانیوس نگاه میکنم، من اخباراش گاه که رسیدم تماشا میکنم، نشان میده در یاپونیا استودنت ها نمی کاغذهایی که ما و شما این امروز ها استفاده میبریم، این سوال هایی که میتین همین توجه میپرتویش در ادیر میرود، همین کاغذ ها را جمع کردن و در داخل آب تر میسازن. ممکن بعضی ها دیده باشین در داخل آب تر میسازن، مخصوص اپارات کردن که همون کاغذ پرس میکنن. همونجا مثال چند کیلو کاغذ انداخته محکم همین خیلی پرس کرده تا جایی گفت 2 مینوت همین قدر کاغذی که در همین ریش کردگی است اگر کشاده باشن 2 مینوت میسوزد، لیکن وقتی وای پرس کردن 1.5 ساعت میسوزد. شما ببینید کلا را ببینید. اگر اون بچه‌ای که دست جمعی را نادرست میگن فلان خب یک تایتو 3 تا یاپونیس میشین. یک تایتو را اگر پارا کنن 3 تا یاپونیس یا 3 تا خیتایی میشین. کلا را ببینید، فکر را ببینید. همین کاغذ از کاغذ خدای جانی هم تا پرس کردگی رنگ ریش 1.5 ساعت ماندنش میسوزد. آخیر دست جمع شد این ایوارا فکر کنید. همین دست جمعی باید همین مسئله را حل کنید. اختلاف و پراکندگی و بدبینی و یک دیگر را قهر و غضب داد گویم روبرو کردن و دیگر